ای ملائکه های من، ای مفتشا، بنده های من همشه راست خیزانید، همشه بنوگی پا نگاه دارید. چه روزی دهشت است، بنوگی انگشتا میستیم، شاید سالها مفتشای خدا پار زمین موندن نمیگذارند، ششتن نمیگذارند. برای چی؟ برای حساب گرفتن، برای حسابات قبول کردن. بر خداوند چی میگفته؟ احضروا حجتکم و یسروا جوابا فانکم مسئولون محاسبون. حجت هاتان، دلیل و برهاناتان حاضر کنید. دنیا دعوای ایمانداری میکردی، حجت ایمانداری تیار کن و برای سؤال من جوابات آماده کن. زیرا که الان شما پرسیده میشوید، الان مرافعه سودی شروع میشود، شما حسابات میدهید. یا الله چی دشوار است آن روز حسابات دادن.